قل اطیعوا الله و الرسول، اطاعت الله و رسول کنیم. گپ مذهب هم قبول داریم که دلیل داشته باشه، کار نداریم هر کی میگه در مذهب است. نه خب امام ابو حنیفه رحمه الله شخصیتش چطور بود؟ صحیح بود، شخص مجتهد بود دیگه. او گفته که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. کاش که مذهبیای حنفی هم به می عمل کنن. بسیاریش از این گپ امام خدا بیخبر است. در فتاوای شامی کلان فتاواست، رد المحتار، کسی که در حیرت است ردش بیا میگه اینجا که مشکلات حل شه. رد المحتار فتاوای شامی میگه که و صح عن الامام، صحیح حدیث از امام ابو حنیفه رحمه الله، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. حدیث صحیح بود، کسی به حدیث صحیح عمل کرد مذهب ما. یعنی شما یقین کنین ابن عابدین میگه، صاحب فتاوای شامی میگه اگر یک کسی به حدیث صحیح عمل کنه اگر که در مذهبش نباشه میگه بعد مذهب نمیبرایه، این در مذهب حنفی است. به خاطر که امام صاحب میگه که اذا صح الحدیث، بس مذهب امام حدیث بود، حدیث صحیح بود مذهبش. حالا کاش که مولای نافهم بدبختی گپ بفهمه، هیچ به این گپ عمل نمیکنه. با می خاطر بعضی هم میگن که اگه کسی بگویش که در مذهب حنفی هستی میگه من حنفیستم. چطور حنفیستی؟ میگه به این حساب که گفته که اذا صح الحدیث فهو مذهب، حدیث صحیح باشه مذهب. نه میگه من هیچ خود سلفی نمیگیرم، من حنفی میگیرم ولی ای تو حنفی. یکی حنفی هایی است که چشم پت روان هستن، نه یکی حنفی است که دلایل میبینه. یعنی در دیگه جای امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که لا یحل لاحد، حلال نیست برای هیچ کسی ان یاخذ بقولنا، این که عمل کند به سخن ما، او یقول یا فتوا بده، ما لم یعلم، مادامی که نفهم من این اخذنا، از کجا گرفتیم، یا من این قلنا، یا از کجا گفتیم، تا که دلیل ما را نفهمیده جایز نیست که فتوا بده یا عمل کنه. ولی این مردم چشم کور جواب داده، فتوا داده میرن، عمل کرده میرن، خلاف مذهب عمل میکنن. اینا اصلا مذهب حنفی گم نه، از پیش خود از شکم خود یا مذهب جور کردن، شکم خود جور کردن. امام صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله بیزار بود از این مذهبی ها. اگر میال بیا یار در این حالت ببینه چه حال است، نه سر اسقاط چه جنگ است، نه ببینم میگه در مذهب ما کی اسقاط و این گپا است، شما چرا این کارو میکنید؟ شاید امام صاحبم چوبه گرفتن لط کردن که تو خلاف مذهب هستی. نه یقین کنین یا خلاف امام، خلاف مذهب، خلاف حدیث، یا در یک مذهب، در مذهبش کم به خودشان است، حالا در مذهب خواهشان